إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. آیه 18 سوره ابراهیم. آیات قبلی الله متعال سرنوشت او مردمایی که همیشه وقت منطق استدلال خود گم میکنستن استدلال بگیرند در مقابل دلایل انبیاء علیهم السلام دست به خشونت و زور میزدند و تلاش میکردند که همچون رهبران حق از منطقه بکشند و برانند. فکر میکردن کشیدن از یا سبب نجات از یا هست، بلکه سبب هلاکتشان بود. الله متعال سرنوشتی مردم ها را هم در دنیا و هم در آخرت بیان کرد. در دنیا الله متعال حالت را سرش آورد که باز دیگه نام و نشانشان باقی نمیماند. در آخرت هم الله متعال اینطور عذاب برش میده که او زردآبای هست، نعوذ بالله، که از جهنمای دیگه او را نوشاب میکنه. در اینجا الله متعال کردار و عمل کرد و محنت کفار ذکر میکنه در مقابل مؤمنا. کافر چون هدف برجسته نداره، والای نداره، نیت و اراده خوب نداره، از او خاطر اعمال شایسته و در ظاهر نیکی از او هم قابل ثمره نیست. الله متعال برشان اجر نمیده. او تمثیل از ایره به خاطر ازی که بی فایده و بی ثمر است، مثال از او را در ذهن ما مجسم میسازه، تشبیه میده به امرای خاکستر. خاکستر که توسط چوب سوختانده شده و او خاکستر باقی مانده، او عجیب خاصیت های داره. خاکستر یکی با دیگه یک جا نمیشه، مواد چسبناک نداره، دیگه هیچ چیزی مفید نیست. اگر چیزی را او بکاری هیچ سبز نمیکنه، نمیرویانه و آنقدر بی مقاومت است. اگر محض باد پیدا میشه، خاکستر امی باد میگیره، او را مکمل از بین میبره و هیچ چیزی باقی نمیمانه. خلاصه امی خاکستر یکی از جمله چیزایی است که بی ثمر است و مقاومت هم نداره. الله متعال اعمال کفار که در ظاهر نیک است تشبیه میده به امرای خاکستر که توسط باد تندی این خاکستر از بین میبره و هیچ چیزی باقی نمیمانه. اینمی قسم اعمال کفار چیز بی ثمر است و فایده نداره. اما یک درس عظیم برای مؤمنا هم است. اشاره به ایسته که بس اوقات اعمال خیلی شایسته نیک چون هدف درست نداره، به نیت درست انجام داده نشده و خیلی بی بهره و بی ثمر میشه. و بس اوقات یک خیلی امر کوچکی باشه لیکن به هدف درست و به نیت و اخلاص صحیح اگر او را انجام میدی، او ثمره خیلی بزرگ پیدا میکنه. از امو خاطر است بر هدف و نیت ای خیلی رول مهم داره در عمل کرد انسان. یکی خو انسان شجاعت میده، اگر هدف خیلی والا باشه انسان شجاعت پیدا میکنه و عمل حتما به هر نحوی که باشه انجام میده. هدف مسلمان ها است که در اینجا رضامندی الله متعال به دست بیاید. از امو خاطر هدف خیلی والاست. در برابری حصول هدف اگر هر نوع مشقت و تکلیف هم سرش میاد، متحمل میشه، برداشت میکنه، اما خود میرسانه تا که رضای الله را حاصل بکنه. دومیسته که امی عمل برای ازی نکرده که کسی را مدح بکنه یا کسی را نامش خیلی بلند شوه، پیش مردم خیلی اعتبار پیدا کنه، به این مقصد نکرده بلکه برای الله متعال کرده. پس از او خاطر وقتی این امر برای ثمره دادن نتیجه خیلی اهمیت داره، کسانی که اعمال نیک ولو ظاهرا خوب است، چون کافر به نیت ازی نمیکنه که خدمت مخلوق الله را بکنه و همچنانی را به خاطر حصول رضای الله متعال و اینطور فکر بکنه مهارتی که ما حاصل کردیم این داد یا نعمت الله متعال است، ما باید شکرگزاری الله را بکنم، بلکه همیشه خود در حالت طغیان قرار میده، استکبار و خود مهارت خود اینطور فکر میکنه که مستم و این دادی ذاتی خودم است. از او خاطر اعمال نیک از یا قابل ثمر نیست، الله برای از یا اجر نمیده. اگر او چیستا ادیسون برق کشف کرده، چقدر از او خدمات بزرگی برای مردم حاصل شده، لیکن او شاید به نیت خوبی نکرده بود و همچنان همیشه این مردم ها تلاش میکنه در پهلوی اینمی چیزایی که مفید است امو جوانب منفیش خیلی زیاد مد نظر گرفته باشه. از او خاطر اگر کسی بگوید که کافر با اعمال نیک خود باید پاداش ببینه،
علتش نمیست که او متکبر است، نمیپذیره امو ذاتی که امی نعمت برش عطا کرده، خود مخلوق الله و عاجز به الله نمیدانه. از او خاطر الله متعال اعمالشانه به بهره معرفی میکنه. مثل الذين كفروا، مثال او کسانی که انکار میکنه از الله متعال، مراد از انکار توحید الله را، برنامه دعوت انبیاء علیهم السلام انکار میکنه. بربهم، به پروردگارشان انکار میکنه. اعمالهم کرماد اشتدت، عملهای کفار به مثل او خاکسترای است. اشتدت به الریح، که سخت وزیده باشه به او خاکستر باد. فی یوم عاصف، در روزی که خیلی باد تند داشته باشه. دو تو روز اگر سریعی طور خاکشترا او باد بیایه، او خاکشترا هیچ باقی نمیمانه. اعمال کفارم هیچ ثمره برشان نداره در آخرت. اما در دنیا شده میتونه الله متعال پاداش یا اراده ای که از عمل خود داره او را برش حاصل بکنه، شهرت و سمعت برش پیدا شوه، مدحش مردم بکنه. از امو خاطر است حالی هم ما میبینیم امی برنامه های خیریه که امی کفار برا انداخته در ممالک مستضعف و ضعیف و ناچار و نادار، اگر در ظاهر ببینیم بسیار امر عظیم پیش میبره، خصوصا در حوادث سخت جنگ با بندیا و با معیوبین و با کسایی که متضرر از جنگ شده، امرای ازوا، با ایتام. با این مردم ها خیلی برنامه مفید و مثبت داره در ظاهر، اما حقیقتا ما میبینیم که زیر اینمین نام خیر شر حتما در او وجود داره. یا با این مقصدی کارا را انجام نمیده که الله را خوش کرده باشه و مخلوق الله را خدمت کنه، بلکه منظور و مقصدشان به اهداف شوم دیگری خود میرسانه که یک امر واضح است. در کل جهان شما میبینید ممالکی که به نام مؤسسات خیریه در کدام جای فعالیت میکنه، در اونجا هدف شوم دیگری داره. از امو خاطر است که الله متعال اعمال از یاره به مثل خاکستر تشبیه میده و میگه که باد تندی سرش بیایه و این خاکستر هیچ باقی نمانه. لا یقدرون مما کسبوا، قدرت ندارن از آن چیزی که کسب کردن، علی شیء، به هیچ چیزیش قدرت نداره که به دست بیاره و در حالی که محنت کردن. این بسیار حالت خراب است که یک انسان تمام عمر خود، سرمایه خود با بسیار محنت و تکلیف مصرف بکنه، اما این چیزی باز به دستت نبیه. اینمی خساره بزرگ است که در آیاتای دیگه قرآن کریم ذالک هو الخسران المبین تعبیر شده. چرا که سرمایه های خود در بیراه مصرف کردن، اما انرژی و قوت خود نعوذ بالله به اهداف غلط مصرف کردن، از او خاطر هیچ نوع چیزی به دستشان آمدن نمیتونه. خوی یک نوع تنبیه برای مؤمنا هم هست. اگر مؤمنا اهداف درست نداشته باشه، ولو اعمال نیکی بزرگ را انجام میده، به نزد الله متعال قدر و قیمت نداره، به خاطری که هدفش نادرست است یا نیت و ارادهشان ناسازگار است با آن چیزی که شرط قبولیت عمل است. ذالک هو الضلال البعید، اینمی گمراهی خیلی دور از حق است. اینمی گمراهی خیلی دور از حق میره، میگه که انسان کل عمره محنت بکنه اما در آخر هیچ نتیجه به دست نبیه. این بسیار گمراهی سرسخت است. کفار از او خاطر در گمراهی دور از حق باقی ماندن که تا آخر عمره نعوذ بالله نپذیرفتن که الله هست و ما بندگان الله هستیم و الله چی حق بالای ما داره، ما چی مسئولیت در برابرش داریم. الم تر ان الله خلق السماوات، تو نمیبینی؟ در اینجا پیغمبر علیه الصلاه و السلام خطاب یا مطلق مخاطبه. انسان وقت نظر میکنه در کائنات الله متعال درک میکنه حقیقت و واقعیت که الله متعال همه چیزا را برای انسانها پیدا کرده. زیر اراده و فرمان الله متعال همه کائنات در حرکت است، به یک حرکت موزون یا پیش می روه. پس هیچ شده نمیتونه که انسان بی مسئولیت باشه و بی هدف باشه. از او خاطر الله متعال در اینجا عمود دلایل عقلی را ذکر میکنه که کفاری که با وصفی که اختراعات یا ترکیبات خیلی بزرگی را انجام داده اما از خالق خود یا غافل هستند، بیخبر هستند، این نسبت ها را به خالق نمیکنه. فکر میکنه که ما امی قدر مهارت و امی قدر کمال دارم. از او خاطر است که نعوذ بالله جاده حق اعلا کرده، حالان که نظر کردن در یکی از جمله نشانه های قدرت الله که در کائنات است، انسان وادار به این میسازه که باید حق بپذیره، قائل شوه که بله قدرت بزرگ دیگری هست که صاحب علم، صاحب حیات و صاحب حکمت و تدبیر و نظام سنجیده هست. حتما اینمی قدرت در جهان حاکمیت داره، بعد انسان بپذیره. الم تر، تو نمیبینی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام ان الله، یقینا الله متعال خلق السماوات، پیدا کرده آسمان ها را، والارض، زمین، بالحق، بخاطر ظاهر شدن حق.
الله ای را پیدا کرده که حق واضح شود. یک انسان دی فکر بکنه که همینطور به وجود نآمده. چرا این ریزکاری ها و جزئیاتی که در تنها در زمین انسان سعی میکنه، انسان تعجب میکنه که الله متعال انواع مخلوقات دیگر را دی آفریده که برای خدمت انسان است. آیا انسان محض برای خوردن و نوشیدن پیدا شود؟ کلا قطعا نه. انسان وادار به این میسازه که اعتراف بکنی به خالقت. از این آیت معلوم میشه که الله متعال پیدایش آسمان ها و زمین برای اظهار حق کرده. پس او حدیث موضوعی که مردم در زبان میگه لولاک لما خلقت الافلاک، این حدیث با وصفی که از سندن ضعیف است لیکن تکر به آیات قرآن هم داره. چرا آیات قرآن واضح میگه که الله آسمان ها و زمین به خاطر اظهار حق پیدا کرده و او حدیث میگه به خاطر روی پیغمبر پیدا کرده. پس تضاد با قرآن کریم داره. حدیث ولو که سندش هم درست باشه خو با آیات قرآن کریم ناسازگار باشه قابل قبول نیست. یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواه الله شما را میبره. الله اهمیتی امی موجودات انسانی را در اینجا برای ما انگشت نما میکنه که ما چقدر اهمیت داریم. آیا الله متعال ما را از بین برده نمیتونه؟ مخلوقی پیدا میتونه که مکمل پابند نظام الله باشه، شکرگزار باشه. اگر ما ناشکری میکنیم پس یقینا وقتی الله قدرت عظیم دیگری داره، اما برای ما نعمت وجود بخشیده و امکانات خیلی زیادی را در دسترس ما قرار داده برای شناخت و معرفت خودش، برای شناخت توحیدش. لیکن ما اگر این را در کار نندازیم یقینا جفای بزرگی کردیم. چرا؟ که الله متعال برای ما نعمت داده اما از نعمت استفاده نکردیم. و یأتی بخلق جدید، آمدن میکنه یعنی میاره مخلوق جدیده. و ما ذالک نیست امی از بین بردن شما آوردن مخلوق جدید علی الله بالای الله بعزیز، دشوار نیست، سخت نیست سری الله. الله مثل ما را پیدا کرده مخلوق دیگری هم پیدا میکنه، اما ما سرکش مخلوق دیگه مطیع و فرمان بردار باشه الله ای را کرده میتونه. پس وقتی که الله جبران اینطور کار نمیکنه که یک مخلوق پیدا کنه که او جبران فطرتا همونطور مطیع باشه، باز چین امتیاز پیدا نمیشه کی مستحق جنت و کی مستحق جهنم شوه، این معلوم نمیشه. الله بنابر حکمت این مخلوق پیدا کرده که دی هم نیروی سرکشی وجود داره هم نیروی اطاعت. حالی کیسته که همین نیروهای خدا درست از پیش استفاده کنه و توجیه درست بکنه، در خط مستقیم روان بسازه. و برزوا لله جمیعا، آشکارا میشون کلگی برای الله متعال، در اختیار الله، در ملکیت الله جمیعا تمامی. امروز خو سر و صداها زیاد است، هر کس غر میزنه، هر طرف فکر میکنه ما دیگه نظام دنیا در پیش ما است، امریکا از او طرف دیگهش از او طرف. لیکن روزی میرسه که کلگی برای الله آشکارا میشه. مراد از آشکارا شدن یا در میدان است، در میدان محشر که کلگی جمع میشه، او یم شده میتونه که از قبرها کلگی برمیخیزه در یک حالتی که حتی مالکیت گپ زدن هم نداره و مالک لباس خودم نداره، بلکه امی قسم که از مادر تولد میشه با می سیستم در میدان محشر حاضر میشه. یکی از جمله نمونه های است که مخلوق الله چقدر بی‌وسع و بی‌توان است که وقتی از قبر میخیزن اجنا و حتی بدن خود پوشانده نمیتونه. فقال الضعفاء للذین استكبروا، میگوین او کسایی که ضعیف هستند. اینجا مراد از ضعیف در جسم نیست، کسایی که توان مندیش کم بوده. مراد از ضعفا امو مردمایی که عقلشان چی بوده؟ کم بوده، ناقص بوده، کمزور بودن در علم و عقل. چرا؟ همیشه نعوذ بالله راههای غلطه که میپاییم مردمای خیلی اندیشمند که اندیشه قوی داره، فکر عقل سلیم داره و متفکر است، تحقیق میکنه، اون مردم ها دنبال انحرافات نمیره. دنبال انحرافات مردمایی هستند که و عقلشان بسیار کمزور است و همیشه دنبال رو تقلیدی کورکورانه میکنه. الله متعال در اینجا صحنه قیامت پیش از پیش بر ما واضح میسازه که روزی فرا میرسه که اینمی مردمایی که سالا به مردم سجده کرده واره تقدس بخشیده واره عظمت قائل هستند، اونجا وقتی عذاب الله سرشان بیا برشان میگه که ما خو کل عمر در خدمت شما تیر کردیم، سجده ها کردیم، شما را مشکل کشا میدانستیم، امروز خو یک حصه از عذاب ما را دور کن. آیا شما نمیتونی کی را دور کنی؟ ما را خود تباه و برباد کرده و میگه ها اگر ما خود نجات میدادیم شما را نجات داده میتونستیم، اما خود نجات داده نتونستیم. یا این معنا که اگر ما راه هدایت میشناختیم در دنیا شما را هدایت میکردیم، اما خود در گمراهی بودیم، نعوذ بالله مطیع شیطان بودیم. این صحنه ها را الله متعال در دنیا برای ما تمثیل بیان میکنه که انسان بسیار درک بکنه حقیقت واقعیت ها را. آیا در دنیا ما پیروی کدام مردم هستیم که در روز قیامت
امی قسم جواب باز پس برده در مقابل خدمات ما، در مقابل محنت و زحمت ما، احترام و تعظیم ما که دیا کردیم، روز فردا که باز دهن ما بزنه که بره از ما گم شوه. امی قسم از او خاطر است که انسان باید اینطور نباشه که دنبال هر کس روان باشه، تفکر بکنه اینمی دنبال روی ما مرا در کجا میکشانه؟ آیا یک چیز غم و اندور از ما دور کرده میتونه؟ مصیبت و مشکل مرا دور کرده میتونه؟ حاجتی مرا پوره کرده میتونه؟ چرا این کار میکنم؟ شما از اینجا معلوم میکنه که قرآن کریم امون مردمایی که در عقل و در اندیشه کمزور خود معرفی میکنه و دنبال روی مردم است بدون تحقیق. یارا مزمتش بیان میکنه که در اونجا این مردم است که باز ناچار هستند، امون سردمدارایشان هم از عذابشان چیزی را نمیکاهند. ما دعوت میدیم مردمی خدا که بیایید پشت تحقیق بریم. ائمه دین ما را مکلف نکرده که ریسمان در گردن ما انداخته باشه و برای ما گفته باشه که هر طرف ما قدم میزنیم شما قدم بزنید، بلکه هر کدام توصیه کرده که شما تحقیق بکنه. از او سرچشمه که ما گرفتیم شما هم بگیرید، دنبال امو سرچشمه بری که کتاب الله و سنت رسول الله است. اما امروز مردم خود به خود گردن خود بگه حلقه تاری رسپان دیگران را در گردن میپرته، بری ازو میگه که کشک مرا، هر طرف که مرا کشک در رویستی. تقلید مذموم یا تقلید نادرست این همیسته که بدون تحقیق، بدون سنجش، بدون اندیشه، بدون تفکر در عاقبت روان هستی. حتی دایی هم نمیبینی که چقدر وزن داره، آیا این سند و دلیل داره یا نه. این مردم ها در اونجا چی میگه؟ فقال ضعفاء میگوی همی کمزورایی که در عقل و در علم کمزور بودن، دنبال روی مردم کرکرانه سفر کرده بودن، للذین استکبروا، به او کسانایی که تکبر کرده بودن در دنیا، کلان نشسته بود، آبی دستش مردم چی میکرد؟ میخور. برای از ما میگه انا کنا لکم تبعا، ما خود دنیا خیلی تابع شما بودیم. اگر میگفتی که خو کنی خو میکردیم، بالا شوی بالا میشی، سجده کنی اینطور کنی، بس کل اختیارات جان و مال و فرزند و خانم و دختره به تو داده بودیم. تو فرمان میدادی دختری چی کمرش بسته کردیم، نکاح نمیشد. تو میگفتی که نه، اینجا زن تنها به خود طلب میکنه، میگه کس دیگه نباشه قطعش. نه، پیر صاحب خلوت بکنه پروا نداری، نفسی خدا کشته. ایگه پارا تبع بودیم دیگه. فهل انتم مغنون عنا، آیا هستی شما دفع کننده از ما؟ من عذاب الله، از عذاب الله، من شاید کدام چیزی را یک حصه را از ما دور کنه. قالوا میگن لو هدان الله، اگر ما را الله هدایت میکرد برای نجات از عذاب، لهدیناکم، شما را راهنمایی میکردیم که بری از اینجا اونجا نجات است. نه، این گپا پیش ما نیست. یک معنی است. دوم، قال لو هدان الله، اگر ما را الله هدایت میکرد به بندگی درست که او عقیده توحید الله است، لهدیناکم، شما را راهنمایی میکردیم در دنیا، نمیگفتیم که سجده برای ما بکنی از طرف ما پسکایی بره. ایگه پاره قطعا براتون نمیگفتیم، میگفتیم که کتاب الله را محکم بگیری. شما ببینید یک انسان میگه من کدام قبول کنم؟ کتاب الله را قبول نمیکنی، کلام الله را قبول نمیکنی، اما کلام خیالی پیر صاحب و ملا صاحبی تا قبول میکنی. چه قسم به الله جواب میگی که تو خود نجات داده باشی؟ سواء علینا اجزعنا، ای برابر است بالای ما اگر ما شکایت ها و فریادان بکنیم، ام صبرنا، یا صبران بکنیم. آلی کار از کار رفته، چاره از بین رفته، مالنا من محیص، هیچ نوع خلاصی برای ما نیست. البته مراد از این کسایی را ما بیان میکنم که اونمو مردمایی که یقینا دشمنای توحید الله است، مردم به سجده خود دعوت داده و مردم تباه و برباد کرده. منع کرده از تلاوت قرآن، منع کرده از تفسیر قرآن، از ترجمه قرآن واره منع کرده که نروی اونجا نشینی که گمراه میشه. اما این بدبختا آنقدر کم عقل بودن که او برش میگه که در ترجمه قرآن نرو که بدبخت میشی، او قبول داره. همین قدر برش نمیگه که او پیر صاحب قرآن کلام الله سخو سبب و ذریعه گمراهی نیست. تو چرا ما را اینطور دعوت میدی؟ شما باور به الله بکنی. امیال کلیپی یک شخصی است که به مردم میگه ای مردم، امیال کسایی است که مردم به قرآن و سنت دعوت میکنه. خب کسی که قرآن و سنت میگه و ترجمه و درس حدیث میگه و مردم گمراه میسازه. همین تو به الفاظ ایره یک دفعه چندین مراتب تکرار کرده. مولوی عبدالحسیب که آمد بگو امو کلیپ برای ما بگذار که یک دفعه شما صدا را بشنوید که این مردم عوام چقدر عقل خود از دست دادن، چقدر هوش خود از دست دادن. این آدم در لاسپیکر ملاها قد برش نشسته است، این گپا را میزنه، یک نفر برش خیسته نمیتونه که بگویه که او جناب تو خو ما را دعوت میدی که یعنی قرآن و سنت گمراهی است.
نه خانه و هر مرکزی که در او قرآن و سنت تعلیم میشه در اونجا باید قطعا گمراهی است. تو وقتی قرآن و سنت گمراه میگه از تو که گمراه دیگه کی است که سر منبر پایین کنه شه؟ این کار نمیکنه. این امیر الضعفا میگه که قرآن تعبیر میکنه. من یک وقتی معنا را مفهوم مقصد نمیفهمیدم، اما وقتی فهمیدم که چی کارایی نیست که جناب پیر صاحب و سر این مرید خود نمیکنه. تا کدام حالت آره که هیچ از او انسان در زبان خود آورده نمیتونه. اما این برش نعوذ بالله فقط یک لطه سر طرف که ملاق میده ملاق میخوره. عجیب است، چیر میکنه چیر میشه. عجیب است، تو را الله همیطور پیدا کرده. همین قسم است. ای گپا را شما با سپاسانام درک میکنی، حقیقتا را. ای بسیار رازهای نهفته است. الله متعال توفیق بده بعضی از یارا که توحید قبول بکنه، بعد از اعترافات از اعمال سابقی خود بکنه برای مردم، که مردم یک دفعه هوشیار شوه که کدام کار است که مردم نکرده، کدام کار. ای باز براتون واضح میشه، تا لیرم واضح نیست. این امیر قرآن ضعفا میگه و قال الشیطان لما قضی الامر. بله اونجا خود شیطانم خیلی وسوسه ها کرده، انسان گمراه کرده، در نماز نگذاشته. خوک و خیر است، بیخو استی، ذل استی، الله قدر لک بخش است، رحیم و غفور است. از هر قسم وسوسه ها را برات پیش کرده بود. آلی دیگه شیطان چی میکنه در اونجا؟ یک چیزی از پیش عذاب کم میکنه؟ نه. آلی دیگه در دانت میزند، تو را دیگه کلی ملامتی را سری تو میپرته. میگم من چی زور داشتم؟ نه سند و دلیل برات پیش کردم، نه کدام دلیل برات پیش کردم که تو اینی کار کردی، و نه هم زور داشتم که به زور شما را این طرف آوردم. شما تابیداری نفس خود کردی. من زیبا ساختم یک امر و شما به خاطر خواهش پورا کردن خواهش نفستون این کار کردی. من ملامت نیستم. شیطان میگه و قال شیطان، میگوید شیطان. اینجا اگرچه ماضی است معناش مضارع میشه، چرا که صحنه قیامت است، اما چون که امر یقینی است تعبیر به ماضی میشه. و قال الشیطان، میگوید شیطان لما قضی الامر، وقتی که فیصله شو امر، جهنمیا طرف جهنم روان میشه، مخلوق لشکر شیطان موجود است. کسی که طاعت شیطان کرده وسوسیشه یک پذیرفته، خب تابیداریش کرده. ان الله وعدکم وعد الحق. شیطان برشان میگه که ای مردما، الله براتون وعده کرده بود در مورد ثواب، عقاب، جنت، دوزخ، اعمال نیک و بد، رای حق و رای باطل، کلش در کتاب خود براتون وضاحت داده بود. وعد الحق، وعده که صادق بود، راست بود، به دلایل در دنیا براتون بیان کرده بود. و وعدتکم، من رایتون وعده کرده بودم که بله برای شما اینطور است، الله لک بخش است، حساب و کتاب نیست، خیر است، باز پسان توبه بکش، اینطور کو. فاخلفتکم، من مخالفت شما را کردم، آلی خلاف کردم با شما.